سلام برادر. این دعوا بین من و تو نیست هرکول. جدا؟ تو همیشه سنگلی زئوس بودی. هوای اولمپوس رو مغز تأثیر گذاشته برادر. زئوس هیچ کس رو سوگلی خودش نمیکنه. راجبش فکر کن برادر. وقتی من داشتم جنده طویله های اوجیاس رو تمیز میکردم اون تو رو انتخاب کرد که اریس رو نفله کنی. قانع نشدی؟ پس اینو چی میگی؟ وقتی تو داشتی تاج خود یه جنگ رو سرت میذاشتی منو فرستادن دنبال یه سیب. بهشون میگفتم خان. ها شاید گذاشتن شیرینی بیان رو بکشم، ولی اسم تو رو سر زبون مردم انداخت. یه جنگجوی وحشی، یه قاتل که قهرمان شد، یه آدم که خدا شد. ولی این دفعه برادر، این دفعه من نابودت میکنم. اسم اینو بذار خانه 13 و آخرم. به زودی من میشم خدای جنگ و اون تخت پادشاهی رو مال خودم میکنم. تو آرزو داری یه المپی باشی ولی دوران حکمرانی اونا داره تمام میشه هرکول. حالا میبینی.